سلام و درود بر همگی دوستان عزیز. خوش اومدید به اولین ویدیو چنلم ریاکشن به آهنگ هیپاپولوژیست DMT از آلبوم نسخه. لایک و سابسکرایب یادتون نره لطفا و بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه آهنگ شروع شد و من قبل از اینکه ریاکت کنیم به آهنگ، من این آهنگو شنیدم فقط یک بار شنیدم و آخر ویدیو هم یه سورپرایز دارم واسهتون. بریم آهنگو گوش کنیم با هم. گیر کردم توی اوباب شیشه ای، دارم میبینم ته جدیه، دستو سرده قلب دو تیشه، شمال بارون نمیاد بعد ما دیگه، روزی دو با یه نفر میاد بالا، چک میکنه عدد و مانیتور رو، مطمئن میشه منو نمیبینی، مطمئن میشه که میبینم تو رو، همه جا همه کارو که میکنی، سینات خراب سرفه میکنی، عکسا رو میبینی گریه میکنی، الماسو خوبه که خوش نمیکنی، میزنم محکم مشتو به شیشه، هی میاد صبح دوباره شب میشه، من معلقم کل رو هوا، دوراتو بزنی بخوابی شبا، همه به دلداری میگم بسه، میگم فراموشش کن دیگه رفته، تو هنو امیدواری یه رو میام داد بزنم هیچکی نمیفهمه، من توی اوبابم تو توی اتاق دیگه، سرم کسی نمیاد دنباله، دگه لاشی بیاد و بشه مزاحم ما پرو خوشحال میکنی با خدافز نمیشنوی، وسط بزنم بیت باکس واتساپ نرم بفرستی بیگ باد، منم دلتنگم شب اینجا تنام، خوبت که نبره گوش کنی حرفام، الان که تنام دوست دارم سرپا ببینم تجایی، دست کن باز چه شاید بمیرم حتی همی فردام بچه، دنیا رو نمیخوام اگه تو نباشی، پوستمو میکنم سر تو نباشی، دارم رد میدم دیگه کلن آجی، همه رفتن و خودم موندم داشی، دنیا رو نمیخوام اگه تو نباشی، پوستمو میکنم سر تو نباشی، دارم رد میدم دیگه کلن آجی، همه رفتن و خودم موندم داشتی، این ورم بد نی همیشه داغه، یه لحظم بخوای خوش باشی قاچاقه، آتیش رو تنمه ویوی باغه، پر درخت ولی پوستم مذابه، ذره ذره میسوزم میشم بخار، همه از علام عصب و نخا، بالا سرم صدا کرکس و شغال، منتظرن که تموم میشم کجا، گوشم نمیشنوه میبینم نصف، یادم میاد برام میخوندی قصه، واسه آتیش فرق نداره جنست، تا آخرین نسخه خون دارم حس، پاک شده تتو که رو تن منه، چیزی نمون که بگم بر منه، تو 10 ثانیه رفتم تا کودکی، این آخرین لحظه بودن منه، دنیا رو نمیخوام اگه تو نباشی، پوستمو میکنم سر تو نباشی، دارم رد میدم دیگه کلن آجی، همه رفتن و خودم موندم داشتی، دنیا رو نمیخوام اگه تو نباشی، پوستمو میکنم سر تو نباشی، دارم رد میدم دیگه کلن آجی، همه رفتن و خودم موندم داشتی. یه لحظه یاد چیز افتادم، کادوهایی که واسه دوست دخترم نگرفتم و قصه‌ای که باید بدم. دارم چرت و پرت میگم. حالا مهم کجاست؟ سورپرایز. وایس اول نظرم بگم. اگه داده به این آهنگ، خب اگه مودم با این آهنگ سازگار باشه 10 میدم، ولی 9.5. ولی واقعا خفن بود. حالا الان با خودتون میگید سورپرایزت چی بود مرتی؟ اینا میگم قرار دوباره این آهنگ رو گوش کنم یا نه دیگه همینجا تموم شد و رفت. بله قرار گوش کنم. حالا دیگه واقعا میرم.
مثلا سوال سورپرایز این مرتیکه چی بود؟ من این آهنگو با گیتار بلدم بزنم. حتی یه چیزایی بلدم و فکر نکنین الان میام گیتاریست خفنیم، ولی در حد خودم بلدم یه چیزایی درباره این آهنگ. آره دیگه، آهنگ همینجوری میره و ادامه پیدا میکنه و چیز میشه. آهنگ همینجوری ادامه پیدا میکنه و همین نوت دوباره همینجوری تکرار میشه. و دمتون گرم این ویدیو رو تا آخر دیدید. تا ویدیو بعدی فعلا خدا حافظ.